آقای دکتر، دیروز در تهران حوادث تلخی اتفاق افتاد. البته مردم خودشون مدیریت کردن به نوعی صحنه رو، ولی میخوام ارزیابی شما رو هم در این باره بشنوم. ببینید، این که ملت ایران دشمن داره خب خیلی روشنه دیگه. یه ملتی که میخواد بدرخشه، میخواد قله ها رو فتح بکنه، میخواد مناسبات عوض کنه. من فکر میکنم 22 بهمن امسال به مذاق بدخواهان خوب نیامد. در اون هوا چه عظمتی ملت ایران نشون داد از خودش. بعضی خیال میکردن 22 بهمن زمانی پر رونقه که یه عنصر تحریک کننده بیرونی باشه. مثلا تحریک کننده واقعا نبود. مردم مال خودشون میدونن، خودشون صاحب کار میدونن، صاحب کشور، صاحب انقلاب، صاحب آرمان ها میدونن. به نظرم میخواستن اینو کم رنگ کنن. اشتباه هم کردن. البته دشمنی ها فراوانه. علیه دولت هم هست. چقدر علیه دولت دشمنی است می‌بینیم. اونا البته مثلا نتیجه نمیگیرن. اینا میخواستن این درخشش ملت ایران رو مخدوش کنن. این خورشید داره میدرخشه، خاک میپاشی به خورشید. خنده داره کسی خاک میپاشی به خورشید. تو چش خودش. نمیخوام حالا بعضی افرادی که غیر مطلع هستن من راجع به اونا چیزی بگم. من بیشتر به اون برنامه‌ریزان و اونایی که نشستن طراحی میکنن خطابم به اوناست. اونا حتما این خاک برمیگرد تو چش خودشون. نمیشه. یه ملت بزرگه، این بیدار شده، خودشو شناخته، قدرت خودشو شناخته، راه خودشو شناخته. نه اینکه ضعف و اشکالی نیست. کجا ضعف و اشکال نیست؟ زیاد. کی گفته ما الان توی قله کمال و نقطه مطلوبیم؟ اشکال زیاد.